اینجا 200 ساله داریم پیتزای کیلویی میفروشیم. از بین 3 سایز خمیرمون اول یکی رو انتخاب میکنیم. بعد انتخاب خمیر میرید براتون سس میزنن، وزن خمیر و همه چی رو براتون صفر میکنیم. نوبت تیکه هیجان انگیز کاره که خودت از هر کدوم از این موادی که چیدیم هر چقدر خواستی بریز رو پیتزاشو. پیتزای سفارشی خودتو بچین. کم میخوری، اگه پرملات میخوری دیگه حساب کار دست خودته دیگه. ببین من ترکیبی دوست دارم. این تیکه رو بچه‌ها مرغ میریزیم، گوشت میریزیم، پپرونی میچینیم، آلباس میریزیم، یک کم پنیر. اینجا میتونی کوهی پیتزاتو بچینی. روشم از این پنیرای ورقه‌ای میذاریم. اینم از پیتزای خوشمزه ما که میره روی ترازو و وزن میشه. 1.5 کیلو متریال پیتزا ریختیم، کیلویی 480 تومن. میدیم که بپزیم. عجب چیزی از آب در اومده.